سلام. اعتماد به نفس چیه؟ عزت نفس چیه؟ ببین اعتماد به نفس رو مثل یک چیز میمونه، مثل یک فونداسیون میمونه، مثل یک پی ساختمون میمونه. یعنی هر چقدر پی و فونداسیون یک ساختمون قوی و محکم باشه، تو میتونی طبقات بیشتری رو بسازی. ولی اگر پی این ساختمون، فونداسیون این ساختمون قوی محکم نباشه، ممکنه تو طبقه دوم رو درست کنی، به طبقه سوم نرسیده ریزش کنه. مثل قضیه ساختمون متروپول آبادان که ریزش کرد. زیر ساختش قوی نبود دیگه، درسته؟ فونداسیون قوی نداشت این ساختمون. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره میدونی چیه؟ پنهان بودن اون فونداسیون، اون زیر ساخت ساختمون. تو نمیبینیش. تو برج میلاد رو در نظر بگیر، یکی عظمتی داره لامصب، اینقدر بلنده، اینقدر ابهت داره، اینقدر عظمت داره. ولی زیبایی برج میلاد به خاطر پی قویه که داره و تو اون رو اصلا نمیبینی. این مثال مصداقش تو آدمای موفق دنیا وجود داره. همگی اونا اعتماد به نفس بالایی دارن، اما اعتماد به نفسشون مثل پی اون ساختمون دیدنی نیست. تو نمیبینی، تو فقط قدرت و عظمت اون شخص رو میبینی. قدرتی که به خاطر زیر ساختشه، قدرتی که به خاطر اون اعتماد به نفسشه که به دست آورد. حالا میخوام تعریف اعتماد به نفس رو برات بگم، اما به نظرم قبلش عزت نفس رو برات بگم بهتره. چون تا عزت نفس نداشته باشی، اعتماد به نفسی هم در کار نیست. خداوند وقتی که ما رو خلق میکنه، از تمام صفات و ویژگی‌های خودش در ما قرار داده. مثل قدرتمند بودنش، مثل توانمند بودنش، مثل بخشنده بودنش و هزار و یک صفت دیگه. قطعا این جمله رو شنیدی که میگن انسان اشرف مخلوقاته. درسته، قطعا درسته. خدا انسانها رو اشرف مخلوقات قرار داده و مهمتر از همه از روح خودش در ما دمیده. و این یعنی عزت، یعنی بزرگی، یعنی ما با عزت آفریده شدیم. یعنی قرار نیست ما کاری انجام بدیم تا با عزت آفریده بشیم. این صفت ذاتی ماست، صفتی که همه داریمش، بعدش افتخار کنیم. حالا اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس یعنی باور داشتن به عزت نفس، به اون قدرت، به اون ایمان، به اینکه من اشرف مخلوقاتم، به اینکه من با عزتم، من با احترامم، من توانایی انجام هر کاری رو دارم. به اون باید ایمان داشته باشی، باور داشته باشی، اعتقاد داشته باشی به عزت نفس درونت، به خودت. اما خب قبول دارم ایمان داشتم به این چیز سخته، به خصوص این که از بچگی اصلا یه طوری ما بار اومدیم که اصلا حلمون میاد به این حرفا. یعنی چی؟ چرت و پرت. درسته؟ سخته دیگه، خودمونیم سخته. من 30 سال مثلا من اینطوری بزرگ شدم، به خودم ایمان نداشتم، این حرفا رو قبول نداشتم و هزار و یک دلیل دیگه. حالا یهو بیام به خودم ایمان داشته باشم، مثلا مگه میشه؟ خب نمیشه دیگه، نه اینکه نشه، سخته. برای منم سخت بود، برای من خیلی سخت بود، خیلی خیلی بیشتر از اونی که به فکرت برسه. اما میشه، خیلی خوبه میشه، خیلی راحت تر از منم میشه. چون من اینا رو تجربه کردم، کسی نبود اینا رو بهم بگه. خودم از زندگیم خسته شدم، ولی تو منو داری، من هستم که اینا رو بهت بگم. پس واسه تو خیلی به مراتب از من آسون‌تر. پس من اومدم که بهت بگم تو اینقدر قدرتمندی که توانایی خلق هر آنچه که بخواهی را داری و باید به این ایمان و باور برسی که دست به هر کاری بزنی میتونی اون رو با موفقیت به اتمام برسونی. چرا؟ چون نیروی عظیمی از خداوند در وجود من و تو هست
ما فقط باید به این نیرو، به این قدرت بیکران ایمان داشته باشیم. وقتی فقط به جمله من میتوانم ایمان داشته باشی و اگر باورش کنی چه کارهای شجاعانه‌ای که انجام میدی، چه موفقیت‌های بزرگی که به دست میاری، چه روابط قشنگی که برقرار میکنی و این موفقیت‌ها فقط به واسطه ایمان داشتن به خودته و این یعنی اعتماد به نفس. ایمان و قدرت و باور داشتن به خودت. نکته که بسیار بسیار مهم میدونی چیه؟ هر چقدر بیشتر خودت رو باور کنی و به توانایی های خودت ایمان داشته باشی، درصد موفقیتات روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. یه ترازو رو در نظر بگیر، یه سمتش اعتماد به نفسته، یه سمتش موفقیتاته. هرچی این اعتماد به نفس سنگین و سنگین تر بشه که میاد پایین، موفقیتات بالا و بالاتر میره، روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. کفه اعتماد به نفست که سنگین باشه، زیاد باشه، ببین موفقیتت بیشتر و بیشتر میشه. پس تا اینجا به این نکته رسیدی که تو میتونی اعتماد به نفس تو بیشتر کنی، میتونی بالا ببریش، میتونی تقویتش کنی. حالا چطور انجام بدم؟ چیکار کنم اعتماد به نفسم بالا بره؟ چطور به خودم ایمان داشته باشم؟ چطور خودم رو باور کنم؟ سخته؟ آسونه؟ داستانش چیه؟ بگیم که برات تعریف کنم.